یعنی این نقشه که ما از روی این امروز کار میکنیم نقشه انگشتری. تشکر. درود بیننده عزیز، حالا ما در مؤسسه دولتی مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان قرار داریم و چون مردم ما از قدیم الایام زیبایی پرور و زیبایی آفر بود تصمیم گرفتیم که امروز هنری زرگری را آموزیم. انیخترش رفتی آماده کردن انگشتری را از روی این نقشه می آموزیم و استایی که برایمان این هنر را امروز می آموزانند استا علیشیر البکوف. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و به این پیشنهاد ما راضی دادید. اینجا با یک چند نمودی متال لوازمات زرگری آماده کرده می شود، ولی ما امروز تصمیم گرفتیم که با نقره سر و کار میگیریم، یعنی انگشتری را محض با نقره آماده میکنیم، زیرا با نقره کار کردن چون که شما تاکید کردید آسان تر است. ولی سر اول از قاعده های بی خطری این هنر از استا پرسان شدیم، آگاهی پیدا کردیم و تکیه به این قاعده ها کار را شروع میکنیم. کمی آب کنم. Tamam. Çizdireceğim. Garip şuraya giy. Ehtiyot şurada uykudan kurayım. Dönük çizikleri yıktak. Çizirim onu ne gireyim. Yani ehtiyot kori, sarnakşe kori همه هنر هست. Albatta. بعد سرد شدن نقره ما آن را باید تازه کنیم هموارتر. در اطراف یعنی باید تازه کنیم، باید تازه کنیم. تمام؟ تمام شد. یعنی این نمودی اسباب را ما والس میگوییم؟ وظیفه این اسباب در چی است؟ وظیفه این اسباب اساساً همین متال را ما تنک غلطش تنک کدام احتیاط یا سیمر یا پلاستیک کلا. پیش گفتی که والس میبینیم هموار کنند متال هموار کنند. بعد این را هموار میکنیم. یعنی بین دو لوله آهن این هموارتر می شود، تنکتر می شود. تنک کدام میگیریم. می توانم من کمک کنم به شما؟ شما یک لحظه تماشا کنید، اسکوت کنید. کمی آموزم. آموزید. بعد شما آسان‌تر میشه. وقتی که ما این را هوا کدام میگیریم. تاب میدهیم. تاب میدیم. این هم تنک شده میره، هم سخت شده میگیرد. سخت‌تر میشه. سخت شود این ما با آلو دوده این را باز علو میدهیم. باز علو میدهیم. ملایم‌تر شود. ملایم شود. کنی؟ الکای تنکتر شده است. قوه در کار است. برای همین شاید با کار زرگری آنقدر هم زنها سر کار نمیگیرن. نه هست زرگری که زنکو پر بعد که اومده کنیم باید جیکیم چیز رو باید کمتر پخش کنیم. پخش کردن که رفته هم میدونم. باز هم هموارتر میکنه تنکتر. کم اینو باید علاوه کنیم سخت شده گیم. بیدم. سنجه خودتون
Alora usulü bu kadar. Usul. Bu tamam. Bitti. تو سرد شدنش میمونه؟ اینا میگیرم در بالای اوهان میمونه که سخت نمیشه. از این اسباب والس میگذرونه؟ البته. دوامی چند مهلت میتوانیم ما هنر زرگری رو از بر نماییم؟ حالا با هر بلند شده هم شاگردو. یا خیلیش هستن یک سال نیستن، یا خیلیش 6 ماه نیستن. از خود میکنم. هم بسیاری از کم 6 ماه بعد بستم. بعد از ختم نمودن این آموزش شما به آنها یگان نمودی حجت میدهید تصدیق کنند؟ البته از برای تصدیق کردن سرتیفیکات داده می شود در آخر از ساحه زرگری. با این اسباب ما میتوانیم هم پهن‌تر کنیم و یا هم درازتر. این را خود اداره میکنیم؟ یا بار دیگه علاوه میتونیم. متال سخت شد. در اول گمان کردم که ما با این اندازه همون انگشتری را میگیریم، لیکن با این اسباب ما غوثیش را میگیریم. این نوع اسباب میکرومتر است. ما اندازه انگشتری را با کدام نمود اسباب معین میکنیم؟ اسبابی اینمی ریگل است با رقمش. یعنی که بعدی که چنکنک مخصوص و بعدی که ما اومدک شده هر یک لحظه با ما همین را میبینیم تو کدام اندازه ضروری با اومد بعد بس آنجا کار دوام میکنیم بس. این نیست اندازه گیرک است ولی؟ این هم اندازه گیرک است. آدمی که دستش میکرد هم چین میکنه دستش کدامش چیلیکش درست اومد بعدی که ما میگیریم اینجا نمیرات اومدگی همین نمیره با چین میکنیم با یک مراتبه دیگر چین میکنیم بعدش تنگ سرکل رازمرش انیق میشه چندم رازمر میشه این 19 رقم 20 19 هم رازمر بود است اینمی ممکن است من چین کنم یک چین کنیم کلام مایده ترش رو بله این طرف خیلی این هم کلام تر است یک تا دیگه بویست باز یک تا دیگه این انا این اندازه من اندازه شما نمیم دست اکنی این نمیرد سر رقم 17 بدست این رقم 17 را میبینیم که چندون؟ 18 بدست شما 18 راز میبینیم ما ایرا چیزی که نقشه ما کشیده بدیم اینجا این اینجا نقشه همین انگشتری رو در همین پلاستیک ما میکشیم تصویر میکنیم بریده میگیریم یعنی ما چگونه میفهمیم که اگر ما 65 گیریم اندازه انگشتری 18 اومده میشود این رو ما از اینجا ورق تنایسته اومدگی نقشه تیار بله از رزمیر 8 برای که رزمیر 18 گرفتم اینجا خودش باید 59 میلیمتر نوشتگی ما از با یکلیم رزمیر خوش میکنیم بعدی که تیار شدن پلاستیک ما مخصوص با اسباب این رو میگذاریم چیکار میکنیم؟ میزنیم کارمون رو با همین اسباب دوام میدهیم اینها هم اندازه دارن
حاضر اندازه این انگشتری 18 هست. ما با کدام آهن میزنیم؟ کالونش سر میکنیم. آیسته آیسته. آیسته اومده اون باید قلاب شه بگیره. تیار شد؟ تیار شد. و شابلون تیار شد. اکنون کار را با پیوست کردن ادامه میدیم، یعنی این انگشتری رو پیوست میکنیم. برای پیوست نمودن نقره یک نمود متال گفتید. این هم نقره است؟ تریپو است. از نقره تیار کردگی، نقره تازه برای پیوست کنی هم چلا. مثلا اگر این انگشتری ما طلا می بود، ما از دیگر چیز استفاده میکردیم. از طلای تازه کادمی متال مخصوص تیار آماده میکنم. یعنی به هر متال خاص خودش با تریپو سپیسیال تیار میکنم. پیوست کنک. پس از پیوست نمودن انگشتری، من میبینید ما این رو پیوست نمودیم. اکنون باشد قدم نوبتی با استفاده اسباب‌های مخصوص ما شکل میدهیم به انگشتری، بله؟ البته. پس رفتیم. با خیلی دیده میبریم که کنی کجا نازده موندگی نباشد. انا همینجاش خطر کنج آمده است. همینجاش کنجش داره و دورون نشه میبینید کنی دورون نشه. این لباش هیچ گرم نداره. همین بینشه میبینید بینشه باید برورید. خودش با آسان‌تر میشه. هموار شد. هموار شد اومده شد تیار. هیچ چیز ما تیار. اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون ما هر دو طرفش باید سویان کنیم. با اسباب مخصوص سویان. نافشاگرد. پس از به انگشتری شکل دادن، آن را سفته نمودن، اکنون یک پاره نقره را به بالای انگشتری پیوست میکنیم. به این پاره ما چگونه که در اول گفتیم نگین ها را میچسبونیم و کار را باشد با آتش ادامه میدهیم، یعنی با آتش آن را پیوست میکنیم.
اول انگشتری را با مخصوص محلول میاندازیم میجوشونیم. اندکی میاندازیم و این چمام خنک شد بعد میاندازیم میجوشونیم. چگونه میجوشونیم؟ آتش میدیم؟ آتش رو میجوشونیم. در این محلول ما تنها نقره رو میجوشانیم یا همه میتونیم تیلا رو جوشانیم؟ همه چیز رو کدامش رو با علاوه استفاده بودیم آخری کار به همین محلول مخصوص میجوشونیم که تازه کنه. و تیلا هم سفید میشود یا تنها نقره؟ تیلا هر یا میتونه رنگ خودش رو برداره. سفیدش میکنه. تیلا رنگ زرد سرخ زرد آلا. یعنی اینجا یگان معجزه نیست، این تنها محصول مهنت هنرمند، محصول مهنت زرگر می باشد. یک چند لحظه پیش این یک خوکه بود، این یک فلزات بود، ناسفته، ناهموار، ولی محض با محصول مهنت زرگر به انگشترین زیبای تبدیل یافت. مثل آینه است، حتی عکس خود را می بینم. ولی اینجا کار به آخر نرسیده. نرسیده کن. انتخاب میکنیم نیگین ها را. تماشابین عزیز، بعد از انگشتری را آماده کردن اینجا باز هم یک قدم آخران مانده است. با واسطه این اسباب ما انگشتری را باز هم تازه تر یعنی سفته تر می گردانیم. موافق اسکیز یعنی موافق نقشه‌ای که در اول تصویر نمودیم انگشتری ما آماده شد. بینندگان عزیز، اینجا برنامه‌ای که درباره زرگری آماده نمودیم به آخر میرسد، ولی باز هم شماره دیگری برنامه‌ها گوینده کسب و کاری مختلف هست. پیگیر برنامه‌های تلویزیونی سفینه باشید، با ما بمانید.